اعترافنامه امروز، احساس امنیت و حفاظت. اکنون تصمیم میگیرم که احساس امنیت و آرامش کنم. به جهان اعتماد دارم که مرا به سمت امنیت هدایت می کند. در این دنیا احساس حفاظت الهی می کنم. در تمام لحظات زندگیم ایمن و محفوظ هستم. احساس امنیت نور درخشانی است که آن را اکنون میپذیرم. در یک محله امن و مطمئن زندگی می کنم. کودک درونم در امان و حفاظت شده است. خانواده و خانه ام ایمن و محافظت شده اند. ابراز نظر خود به دیگران برایم امن است. دنیا جای امن برای بودن است.